10 چالشتون بخیر باشه. من امروز خونم و بیدار شدم، یه ذره نرمش کردم، صبحونه خوردم، طبق معمول بطری آبم دستمه و الانم دارم کتابمو میخونم. عجب کتابی رو انتخاب کردم، واقعا چقدر کتاب خوبیه. حالا ویدیو میخوام واسهتون بگیرم، کلا کتاب دستم باشه راجع به کتاب بهتون توضیح بدم، حتما اونجا بیشتر راجبش با هم صحبت میکنیم. خیلی کتاب قشنگیه، واقعا پیشنهاد میکنم بخونیدش. و امروز میخوایم بریم پیاده روی کنیم یه ذره و کار دیگه داریم انجام بدیم. چون امروز خونم قراره همه برنامه هم برسم. سلام از یه صبح دیگه، از یه روز زیبای دیگه، البته بارونی، و چالشی که همچنان ادامه داره و ما محکم‌تر از قبل، استوارتر از قبل و با انگیزه تر از قبل بریم ادامه میدیم و لذت میبریم. واقعا 10 روز فکر میکنم گذشت، باز تکرار میکنم، من دیرتر از همه شروع کردم 10 روز گذشت ولی این حال خوبه بهتر شد. احساس میکردم که تا یه جایی کم بیارم، البته هنوز مطمئن نیستم که تا آخر بتونم برم، ولی الان هی انگیزم بیشتر شده. امیدوارم که همه انگیزه داشته باشن. سلام، روزتون بخیر، آخر هفته خوبی داشته باشین. امروز روز 13 چالشه، طبق معمول بریم پیاده روی. سلام از یه روز جدید دیگه چالش، ولی همونجوری که میبینی یه جوری بارون سنگینه که متاسفانه نمیتونیم بریم بیرون از خونه چون سردم میشه. تو خونه سعی کردم یه ذره یوگا کنم، یه ذره مدیتیشن کنم، یه ذره برقصم و اینکه تازه الان اومدم یه چیزی بخورم. نهاش چشام خالی، اگر بتونم بعد از ظهر میرم تو پاساژ قدم میزنم، چون اینجا اینجوریه که وقتی بارندگیه شب در پاساژا رو میبندن، یعنی مغازه ها که بسته بشه میری تو پاساژ 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت هر چقدر بخوای راه میری، به جای اینکه بری تو زمین ورزش. درسته بارندگی زیاده اما تو مجبوری بیای بیرون، اما این شکلی تازه با کفشای کسی. خیلی دلم میخواست از شدت بارون بگیرم، ولی اینکه متوجه شین دیگه چقدر بارون زیاده و ما پیاده روی میکنیم. چرا؟ چون که چالش هفته پنجیزی سخت شرکت کردیم و این یعنی این که ما میتوانیم بسا یه مطلبی اومدم بهتون بگم. این اتوبان هایویه، اتوبان شماره 1 جا زده بعد همینو مستقیم بگیریم میریم آمریکا. وقتی میاد بیاد بریم دیگه، خسته شدیم از اونجا. این اتوبان راستش میره آمریکا. به امید روزی که بیایم با هم دیگه بشیم تو ماشین و این راهو بریم یه 3-4 ساعت دیگه آمریکا بشیم. اینم از شرایط و بارون و منی که دارم پیاده روی میکنم و لذت میبرم. من به یه منطقه عجیب و جدید رسیدم که تا حالا نرفته بودم، حالا نیومدم، ولی من خیلی قشنگه، خیلی ترسیدم. میریم دیگه، میریم ببینیم به کجا میرسه. از آب و از صدای بارون و از جنگل سرسبز بریم ببینیم کجاست. سلام بچه‌ها، گفتم دیگه 13 روز گذشته، حالا وقتش رسیده بیام راجع به کتابم بهتون توضیح بدم. من 2 فصل کاملش رو خوندم، الان وسط فصل 3. راجع به فصل اول و دوم چیزایی که دوست داشتم بهتون میگم. فصل 3 و 4 و حالا بقیه رو بعدن که بیشتر خونده بودم بهتون توضیح میدم.
چیزی که از فصل اولش خیلی دوست داشتم اینه که یه زندگی پر از ناکامی و 1001 اتفاق بد ممکنه بیفته، 1001 فرصت ممکنه از دست بدیم و زندگی کاملا ناپایداره، همه چی کاملا موقته و اگر ما یه فرصتی رو از دست میدیم کلی فرصت دیگه در مقابلمون قرار دارن که از قضا اونا هم موقته. این خیلی قشنگه که ما بتونیم بپذیریم که هیچ چیزی توی این زندگی پایدار نیست و تمام تلاشمون رو بکنیم واسه شرایطمون، اما اگر اتفاقی افتاد که قابل پیش بینی نبود و از پیش تعیین شده نبود بپذیریمش و باش کنار بیایم. فصل دوم کتاب داره راجع به درون ما حرف میزنه و میگه که درون به معنی همه علائم فیزیکی توی خودم هست، تو بدن ما. پس درون یعنی بدن و میگه درون ما از اضطراب و استرس تشکیل شده و چیزی که من خیلی دوست دارم اینه که راجع به اضطراب حرف میزنم. حالا چرا دوست دارم؟ سلام، از چالش روز 13 پیاده روی روز پنجشنبه از خیلی وقت شروع کردم، اما بایستن زن نفس بگیرم. تا اینکه من خودم بسیار آدمی هستم که استرس میگیرم بسیار و میگه استرس یه احساس ناخوشایند تو بدن ماست و از نظر شدت سطوح مختلف داره. مثلا سطح یکش یه چک کنم که دقیقات مثلا سطح یکش چنگ شدن دستا، سفتی عضله ها و عضله بازو، پا. من خودم وقتی استرس میگیرم، وقتی خیلی شدید نیست استرسم، بازوهام خیلی احساس سفتی و نمیدونم چجوری بهتون بگم، خیلی احساس کرختی میکنم تو بازوها، اون احساس میکنم یه جوری که انگار یه وزنه 200 کیلویی به بازوهام ازش نمیتونم دستام تکون بدم. مورد دیگه حالا چیز دیگه هم داره، مثلا سردرد داره که من گاهی اوقات سردرد میگیرم یا مثلا چف شدن و فک و اینا. سطح دوم چیزایی که خودم تجربه کردم و توشون هستش دعوا، استفراغه و راه رفتن نامتعادل، میگرن، آسم، بالا رفتن فشار خونه. مثلا من خیلی حجم استرسم میره بالا، اینجام تمام سرخ میشه و اصلا شرایط خوب نیست. سطح سوم گیجی و فراموشی و خارج شدن از مثلا اون بحث و اصلا یادت بره و تاری دید و کوری و حالا من تا حالا مثلا این سطح خیلی تجربه نکردم. یکی از شرایطی که حالا داره زنگ زدن گوشه، گاهی اوقات مثلا من پیش اومده، خیلی زیاد نه. ولی چیزی که راجع به استرس میگه و خیلی قشنگه اینه که ما باید سعی کنیم استرسمون رو قبول کنیم که ما اون لحظه استرس داریم. این حس تو بدن ما وقتی این علائم ما داریم داره به ما نشون میده که منو ببین و من توجه کن و ما باید بپذیریم که این حس رو داریم تو وجودمون، که بخوایم بهش فکر نکنیم، خودمون رو سرگرم کنیم و اینا، بسیار باعث میشه که حالمون بد بشه، حتی باعث میشه که استرسمون زیاد بشه و خیلی راحت تره این که ما بتونیم بپذیریم که این احساس الان، این حس استرس، حس استراب الان تو وجود ما هستش و سرکوبش نکنیم، بپذیریمش. وقتی بپذیریمش، وقتی قبولش کنیم، راحت تر میتونیم باش کنار بیایم، راحت تر تو وجودمون حل میشه. و من وقتی این کتابو خوندم امتحان کردم و واقعا شباورتون نشه نتیجه داشت اصلا. حالا گاهی اوقات چون تازه دارم بهش عمل میکنم، گاهی اوقات این کارو میکنم، ولی واقعا نتیجه خوبی میبینم ازش. پس ما باید استرسمون رو بپذیریم به خاطر اینکه احساس ها واسه حس شدنه، نه واسه سرکوب شدن. و خیلی واقعا راست داره میگه، احساس ها رو ما باید حس کنیم. و چیز دیگه هم که میگه و خیلی قشنگه اینه که میگه احساسات آسیب زدنده نیستن، چون تو وجود ما به وجود اومده و قطعا چیزی که از اول با ما بوده نمیتونه واسه ما آسیب زدنده بشه، کمک کننده هم حتی هست. جای دیگهش هستش که میگه جهان درونی ما از اضطراب و احساس
تشکیل شده، پس بسیار ناپایدار. و مسئله دیگه هستش که در راجع به خوشبختی حرف می‌زنه و من خیلی دوستش داشتم، اینه که ما 3 تا افسانه راجع به خوشبختی داریم که کاملا غیر واقعیه. افسانه اول اینه که برای خوشبخت بودن باید احساس خوشحالی، یا چیز دیگهش اینه که خوشحالی حالت طبیعی انسانه. ولی اینطوری نیستش واقعا، چون خوشحالی یک نوع احساسه. اون کتاب میگه خوشحالی یک نوع احساسه و ما دائما احساساتمون داره عوض میشه. احساس ناپایدارترین چیزایی هستن که ما داریم و قطعا نمیشه که برای زندگی دائما انسان باید خوشحال باشه. این یه نظریه کاملا اشتباهه. افسانه غیر واقعی دوم اینه که خوشبختی یعنی احساس خوب داشتن، چون معنی کلمه خوشبختی به معنی رضایت و لذت، ولی لزوما اینطوری نیستش که ما دائما باید احساس خوبی داشته باشیم. ما حتی اگر توی یک لحظه باشیم که اوج احساس خوبیمون هستش، من خودم اینجوری هم هر لحظه احتمال میدم که دوباره استرس بگیرم، احساس بدی پیدا کنم. پس این کاملا غیر واقعیه که ما هر لحظه باید احساس خوبی داشته باشیم. مثلا نمیشه که همچین چیزی باشه، چون هر لحظه ممکنه اون احساس بدی که داشتی دوباره برگرده. یه چیز کاملا طبیعیه. افسانه غیر واقعی سوم اینه که اگر خوشحال نباشین حتما نقص دارین، ولی این واقعا درست نیست، چون زندگی خیلی سخته و ما نمیتونیم دائما خوشحال باشیم. قطعا بسیار چالش‌های دیگه‌ای داریم که ممکنه واسه ناراحتی ما بشه و این افسانه از ریشه اشتباهه. ما نمیتونیم همیشه احساس خوب داشته باشیم، همیشه خوشحال باشیم. اگر خوشحال نباشیم نقص داریم. این اصلا چیز خوبی نیستش. و یه چیز قشنگ دیگه که راجع به خوشبختی میگه، خوشبختی یعنی یک احساس درونی که حاصل از تلاش کردن، تلاش فردی و مستقل از وابستگی. این یک نظریه است که میگه خوشبختی از درون ما میاد و بیراه هم نمیگه. مثلا یه فردی که داره یه سری مسیر رو میره، هر چقدر بیشتر تلاش کنه، هر چقدر مسیر واسهش سخت‌تر و چالش برانگیزتر باشه، احساس خوشبختی عمیق‌تر میکنه. چون اصلا تموم کردن مسیر مسئله نیستش، مسیری که میری مهمه. حالا هر چقدر سخت‌تر و پرتلاش‌تر باشه، پرچالش‌تر باشه، احساس خوشبختی بیشتره، عمیق‌تره. دیگه وقتی به اون آخر مسیر هم برسیم خیلی خوب تاثیرش هم بیشتر میشه. مورد دیگه ای که میگه، من همه اینا رو مثلا اینقدر امتحان میدم خط کشیدم. مورد دیگه ای که میگه اینه که خوشبختی حالتی از آرامش. و راجع به آرامش خیلی قشنگ میگه که آرامش یک احساس نیست، آرامش فاصله بین یک احساس تا احساس دیگه است. و خیلی قشنگ میگه و واقعا هم راست میگه. احساس آرامش اینه که ما اون لحظه هیچ حسی نداشته باشیم و میشه گفتش که خوشبختی واقعا میتونه آرامش باشه، به این خاطر که بین حسای زیادی که تجربه میکنیم در نهایت یه وقتی داریم که آرامش داره و به آرامش میرسیم. خیلی قشنگه، چون مثلا کسی که دنبال عشق و دوست داشته شدنه نمیتونه همیشه به این فکر کنه که هر لحظه تو حالت عشق و دوست داشته شدن باقی میمونه، چون پایدار نیستش. ولی اون آرامش بعدش، اون که بپذیره که دائما نمیتونه تو خوشبختی باشه، تو عشق باشه، تو دوست داشته شدن باشه، خوشبختی این نیستش، اون احساس آرامشه، خیلی به نظر من دلچسب میتونه باشه. تا به اینجای کتاب واقعا این مورد از خوشبختی و صحبتاش راجع به استرس رو خیلی دوست داشتم. حالا ولی هم طولانی شد، فکر میکنم آقای ادیتور خودش کم کنه صحبتامو، ولی به نظر من خیلی کتاب جالبیه و همیشه نمیشه خوندش، اینو صادقانه بهتون بگم. مخصوصا واسه منی که همیشه مثلا رمان میخونم، وقتی که فکرم بازه راحت‌تر میتونم کتاب متوجه بشم، ولی پیشنهاد میکنم حتما بخونیدش.
آموزنده است، واقعا آموزنده است و بعضا لذت میبرین از خوندنش. گفتم من خیلی درگیرم، نمیتونم زیاد ویدیو بدم. الان که دارم آب میخورم ولی اساس کشی دارم.